ولسوالی شیخ علی از نگاه اداری مربوط به ولایت پروان است و تعداد مجموعی نفوس شیخ علی در حدود بالای 70,000 نفر میرسه و از نگاه وسط جغرافیایی گرچه یک منطقه وسیع است ولی قبلا به صفت یک علاقه‌داری مسمى شده بوده که در زمان حکومت‌های بعدی به ولسوالی ارتقا پیدا کرده. اینطور یک موقعیتی تقریبا کوهستانی داره. مردم شیخ علی 4 قوم، یک قوم قرلوق، کرملی، نیمان، دیکلان. به ارتباط منطقه شیخ علی برای شما معلوم است که اینجا چند قوم زندگی میکنه بود و باش داره؟ به شیخ علی؟ بله 4 قوم. چند قوم نیمان، دیکلان، قلوق، کرملی. اینا از کجا آمدن؟ چیای اوسون طرفای وطنهای اوسون از دیگه وطن که در وطنی که بوده اوی شده دیگه کدام وطنه که بگم کنوزو وطن. ایش را همین مردم نیمان اصل جاست از مردم ترکوچین. او تخمینا بود که 200 سال پیش فامید داخل شده. به نام ترکوچین وقتا قدیم بودن. ترکوچین یا اردو خالی دمی چیزه با هم مردن. به نام ترکوچین اینقدر فهمیدن نمیشه که آیا این مردم نیمان از ترک یا از چی؟ شاقلی، میرقلی، محمدقلی، بیقلی. اینا نام قل جا در ترک ممنه. نام قل که ترکوچین گفتم که دره سرخ و فارسا و ترکمن و کل به نام ترکوچین بود پیش از عبدالرحمن و تاریخ‌های پیش از بعد از اینا جدا شد. ولسوالی شیخ علی از نگاه اداری مربوط به ولایت پروان است و تعداد مجموعی نفوس شیخ علی در حدود بالای 70,000 نفر میرسه و از نگاه وسط جغرافیایی گرچه یک منطقه وسیع است ولی قبلا به صفت یک علاقه‌داری مسمى شده بوده که در زمان حکومت‌های بعدی به ولسوالی ارتقا پیدا کرده. اینطور یک موقعیتی تقریبا کوهستانی داره. براتون معلوم است که در چه زمانی از علاقه‌داری به ولسوالی اتفاق افتاد؟ بله، در زمان حکومت استاد ربانی تمام علاقه‌داری ها از علاقه‌داری به ولسوالی ارتقا پیدا کرد. در سطح افغانستان ما جای به نام علاقه‌داری دیگه نداریم. مردمی که در این ساحه ساکن هستند متشکل از 4 قوم هستند به نام قوم دیکلان است، قوم نیمان و قوم قرلوق و قوم کرملی و یک قوم نسبتاً معدودتر به نام بابور یاد میکنه که مربوط قوم علیجم هستند. میشه گفت که روی همین سابقه خوبی تاریخی و همچنین کار کرده که در بین این مردم داشته در امی اواخر که دوره پارلمانی دوم بوده هم از این مردم به صفت وکیل یا نامزد وکیل در این مرحله انتخاب شده و در نظر گرفته. سلام علیکم، چی حال داریم؟ بسیار خوش آمدید. شما از کاندیدای منطقه هستید درست؟ بله صاحب، اسم من مانولا نبی‌زاده است، از کاندید مربوط به ولایت پروان هستیم، از ولسوالی شیخ علی. از این قریه به نام قریه پاواز میشم، محل سکونت ما همینجا است. گرچه در شیخ علی متشکل از 5 قوم است، ما مربوط قوم نیمان مردم شیخ علی هستیم. امروز روز انتخابات است، ما از مردم پرسان کردیم که از اطلاع چه توقعاتی دارد. شما انتخابات امروز چه رقم ارزیابی کردین تا این لحظه؟ گرچه وضعیت عمومی انتخابات قسمی بود تا هنوز گرچه رضایت بخشه بد نبود،
در ساحات ولسوالی شیخ علی گرچه 2 انفجار ما شنیدیم که صورت گرفته از طرفهای دشمن مردم و منطقه، ولی به هر حال در کل رضایت بخش قراره که ما راپور داریم با همون ناظرین خود در ساحات، انشالله به حد رضایت بخش کارا پیش میره. اما در ارتباط از که ما چه مشکلاتی در این رابطه داشته باشیم دیگه، خود این مشکلات خود در سطح کل مردم افغانستان داره، ولی ما از همون قضیه استثنا نیستیم، یک مشکلات جزئی هست و ایره از خداوند تعالی ایره توقع داریم، توفیق از میخواهیم که نوب و کلای محترمی که در این دوری ولسی جرگه شامل پارلمان میشه بیتنه که به حد توان و قدرت صادقانه در اختیار مردم باشه، برای مردم و منطقه خود خدمت کرده بیتوان. ما از قوم نایمان هستیم، یک قوم پرتلاش و زحمتکش. به خاطر از ما این فرم را ایجاد نمودیم که در آینده برای پیشرفت و ترقی و مردم منطقه ما ولسوالی شیخ علی و بخصوص ولایت بامیان و دیگر مناطق سایه ازارجات ما قرار بگیره. در این فرم نهالهای مثمری که از قبیل چند نوع زردالو، تقریبا 3 نوع زردالوی امیری است و زردالوی به نام زردالوی 10000 است، زردالوی ملاترجبه قنداری است و زردالو به نام نیازمحمد بدخشانی است. چند نوع نهالهای سیب است، سیبای به نام سیب زرد به نام لبسریندار، سیب بیروتی و نهالهای سیب مارلینگ به نام یک قسم سیب به نام سیبای افغان رید میگه و سیبای پادشاهی است. اینجا ما اینجا در این فرم فعلا موجود داریم. 3 نوع شفتالو اینجا نهالش ما داریم. یک قسم شفتالو به نام شفتالوی بسیار گارس است که او تقریبا در 25 جوزا الی آخر جوزا میرسه فصل اول، و شفتالوی دیگر به نام دومرس یا شفتالوی قندق میگه که او تقریبا در ماه اسد میرسه، و یک نوع شفتالوی دیگر ما در این فرم داریم که تقریبا در آخر فصل در ماه میزان میرسه. در این فرم سیب از قبل درختهای سیب که فعلا درختهای ثمردار هم است و نهالهایش هم موجود است که خود شما اینجا مشاهده میکنید، و از قبل چند نوع سیب که ما برای شما اینجا اظهار کردیم، و دیگه از قبل چند نوع بادام است، بادام به نام کاغذی های به نام شامیری است، ستاربایی است و به نام استالفی است، و بادام منطقه بادام های مثمر خوبتر، و دیگه از قبل چند قسم نهال های آلو است، آلوی زرد است، آلوی فرمسا است، آلوی شکر آلو است، آلوی خرم آلو است، آلوهایی است که مثال در آخر سال میرسه اونا، و همی درخت های نهال های آلو که هست این بسیار نهال های پرمنفعت است.
پیران چنین گفت و افراسیاب. اینجا میدان جنگ است یا جای خواب؟ در شیخ علی تاریخ جنگ نمیجه بوده در زمان عبدالرحمن، مثلا در زمان برادر سقو، در زمان بسیاری کسایی میگه تاریخ شیخ علی که میگه سنگرش، ولی سنگرشی الحمدلله نپریده که سنگرشی برادر از زمین سقوط نکرده. این سنگری از آرجات یعنی یک تاریخ داره دمی حساب تاریخو. از زمان جنگ انگلیس اینا سرهنگ جنگ بوده که شیر علی نام داشته دیگه. از همین قومای قلای مرکه هستن. مثلا در زمان جنگ سقو پیش از اینا مثلا امین نصرالله خان، مثلا امین قادر شیر علی که اینا مثلا قادر شیر امی که قبلا صحبت کردم شیر علی دمی سپاه گامنوم است. سقوی که ما اینجا وقتا که دمی کوه بلند که نشان میگرد او را قراول میگفت، یعنی در نشان سیل میکنه قراول میگیره. این به این نام از اینجا خرطوب میزدی مردم شیخ علی را. تاریخی که طالب ما 3.5 سال یا 4 سال هم اینجا این تاریخ شده واضح نیه یا کمتر بیشتری بوده. همینجا جنگ تمامی همین مردم طلاب که بود این را در زندان نامشان دادن. یعنی اینجا که آمدن هر قدر جان کندن از اینجا نتونست یک قدم پیش بیه. باز اینا از اینجا طالب هم شکست خورد. شخصیت های نامآور و مشهور و تاثیرگذار این دره در طول 100 سال یا 150 سال نهایتاً تا 200 سال اخیر که از موج سفیدا و بزرگا به یاد مانده و در بعضی از منابع و جاها نامه‌هایش ذکر است. یکی هم به ملک نصرالله بوده که او ملک یا خان مکمل از دره شیخ علی بوده در یک زمان. او از دره نرخ هستند و او یک از کارهایی که کرده بوده که مشهور ساخته شد در پالوی دیگه ای که مردم خود در او شرایط رهبری میکرده و اداره میکرده، او گرفتن یک مقدار زمین بوده در منطقه گورگان و ولایت بغلان. از قوم نیمان بود به اسم اسدالله خان که بعد بچه‌هاش مثلا از قوانین خیلی قدیم. اسدالله خان معرفی بکن در چه زمان بوده؟ حدوداً 1.5 سال پیش بوده دیگه اسدالله خان که بعد پسرش به نام خیرالله خان و بعدم که نصرالله خان از قوم نیمان. از قوم دیکلان کسی را به نام بیرگیت میگفتن، بیرگیت غلام نبی. دیگه از قوم قرلوق کسی را به نام کلبرزا خان میگفت. دیگه خدمت در شود که از قوم کرملی به اون سابق خانای سوابق نداره. دی پسانا مثلا بودن بعض 50-60 سال پیش اینا. در ماه آتش الغو که همی وطنی ها به نام یا مسافدای قدیم یک ماه داشته که از به نام آتش الغو یاد می شده. این ماه در حقیقت ماهی بوده که ماه پاکی از گناهان یا ماهی که امراض خود و آفات خود چه قسم از جان خود بتکانه. در این ماه که معمولا در آخر سال مصادف به ماه هود یا در نزدیکی های نوروز بوده، مردم جمع می شده 3 کوت یا آتش جمع می کرده، هیزم و چوب و چیزا مو برده بوده. این آتش در می داده در 3 منطقه، البته با فاصله های 1 تا 2 متر. بعد آتش خوب روشن میکرده که خوب شعله پیدا میکرده و به اصطلاح وطنی که خوب آتش بل میکرده. بعد از او زن و مرد به نوبت هر کدام از بالای نظمی آتش تو جستک یا قل میپرده. از این آتش دو آتش، از این آتش دو آتش چند بار، شاید در حدود 3 دفعه یا 4 دفعه همینطور از این آتش ها پرش میکنه. قوتو او را قوتو میگفت مال بین از دو چیز میکرد، دروازه دست جور کرد که مال شب جای نروه، گرگ نخوره یا اگر دوز نبره، این چیزا او را بجمی دور قوتو خانه های مردم بود، چپری میزدن، سنقاله جور میکردن. این مردم یک تعداد مال و گاوی که داشتن گرفته ایلاق مرفتن، در اونجا به نام چپری میگفت، چوب ایزد قاد میکردن کج.
اینطوری را باز مو بردم جنون دور میزد ساخت چیز روی باز نوگذار بستن پالی از او چیق میگرفتن از این چیز مو بافتن نیوی چیزا دور میگرفتن زندگی خور اونجا میکنن از خوراک مردم بسیار مردم اونجا که ما رفتن بدون از زیادتر علف میخوردن بنامی بلگ چوکری را میوردن مو چکیدن جوش میدادن یا قدر آرد مینداختن به نام چوکری لیتی که روزگار نبوده مردم او را از سخت بازو رو کلوله میکرد نمو سری چپری ها میشت که ما در نظر خود میدیدیم تقریبا که خود اندازی بسیار خوردیم اندازه را مینداخت یک انده را که درست میکرد در اسپان تیر میکرد باز انده دیگر میگیریم میگفت تینگی بسیار زیاد مو کلمه ابغر استفاده میکنه از کاکا بگی مثلا برای ماما مو تاقه مگی یا باز مردم تاقه مگه کردش یک گبه دیگه برای خوارزده مو کلمه جیر استفاده میکنه جی یا جیگک یا حتی برای زنان میشه که جی خوار میگن بازی اینی لغت هم استفاده میشه دیگه لغت هایی که برای زن برادر ما ینگه میگه به تلفظ خود ینگه شاید بعض جای ینگه بگه یا ینگه بگه مو ینگه میگه در زبان خودو یا دیگه ما همچنان برای مثلا زن کاکا زن بغه زن تاقه اینی لغت ها رو مو در رابطه های فامیلی خود استفاده میکنه باز لغت های دیگه هم اینجا کم و بیش هنوز هم حفظ شده مثل اغچی و نغچی و این چیزا هم بعض مردم ها استفاده میکنه اما او زیاد استفاده نمیشه این لغت های دیگه که ما گفتیم اینا زیاد استفاده میشه برای فعلا فامیل ینگه که مثلا زنی برادر ینگه میگه زنی کاکا رو بیکه میگه ماما رو تاقه میگه مثلا کاکا رو بغه میگه مثلا مشک آب سندره میگه یک چیزی که شور میده قطقاله میگه مثلا مواشی را که چه حیوانات برزغله میگه این چه گوز و گوسفنده این جمله ثابت میشه کلی جمله ترکی است مو مادر کلان آجا میگیم یا زن پیر هم در مجموع آجا میگه دیگه برار کټه خوره در اینجا اکثرا لغتی که استفاده میکنیم کلمه کاکا رو به کار بریم یعنی کاکا دیگه برای پدر ما آتا میگیم مادر در اینجا آپا میگه باز جایا آبایی میگه ولی مو زیادتر در خیلی در مجموعی قریه کلمه آپا رو زیاد استفاده میکنه که بازش با لغت های معمول زبانی دری متفاوت است مثلا مو فرق سره طلقه میگه یا مثلا کف دست خوره علقه میگه یا مثلا دست خود قول میگیم دیگه مثلا ناخنا باز کلمات دیگه بخصوص برای ناخنای پای کلمه شنکک و از چیزا هم استفاده میشه دیگه ابرور مثلا قاش میگیم به این قسمت ها را دیگه کومه یا لغت های که زیاد دیگه جای فارسی زبان استفاده نمیکنه مثلا گلون همون کتوک میگه چشم سیاهی چشم بخصوص اقره دیگه در قسمت های پای در مفصل بوجلگ پای که میرسیم اونجا شنکک میگه یا اونجا باز یک استخوانه که مخصوص هست و شغای هم میگه دشه که باز از شغای حیوانات هم که از گرفته میشه یک بازی هم هست به نام بازی شغای بازی که اینی لغت ها دیگه زبان استفاده نمیشه بیشتر در این مناطق هسته بسیار سالهای زیاد هسته که باز شاید با مرور زمان کمی تغییر خورده مثلا ما لغت های زیاد مثلا اینجا آور میگیم که در اون قسمت نرخ یک جای انبار است مورا آور میگیم یا مثلا اورکه که ما زیاد برای استفاده میکنیم یک عاقل است در استقامت کوه هندوکش به نام اورکه سو زیاد میشه یا مثلا در این پشت سر ما اینجا یک چقوری یا حفره است به نام غوچک میگیم یا غوچی میگیم دیگه نظیر از لغت های دیگه ما مثلا قرغنه داریم که یک منطقه بخی به نام قرغنه است که قرغنه در حقیقت یک نوع بادام تلخک است درخت های بیشتر شکل کویی داره گلای سبز و بلگای سبز رنگ داره او رو ما قرغنه میگیم که نامای دیگه که مثلا کلمات جلگه داریم یعنی دشتکی داریم جلگه است دیگه کلمات
مثل نظیر بلاغ و اسپی بلاغ و اسپی سنگ و یا سنگ‌های کلان هم برام تاش یاد میکنیم. تاشبیک یا حتی نام یک نفر هست که به نام تاش که سنگ ما نامیده. چشمه به نام درز بلاغ یاد میشه که همی قول یا درگه که کم است به نام دره درز بلاغ میگیم. این چشمه در حدود 400 متر ارتفاع داره از سطح قریه. همچنان از زمین او باغا هم آبیاری میکنن. نام از درز بلاغ هست به احتمال زیاد که یک کلمه ترکی مغولی هست، چون ما از این کلمه بلاغ دیگه هم داریم به نام بلاغ بابا، اسپی بلاغ، اورکا بلاغ. این اصطلاحات بلاغ وجود داره، اما دقیقاً که چه معنا میده متاسفانه من نمیفهمم. شاید رابطه های با او شیرین و گوارا و مزگی از این هم باشه که با این نام ها مسمى میشه، اما هیچ کسی در اینجا معنای دقیقی ای که چرا این به نام بلاغ یاد میشه وجود نمیفهمم. کوه امیربگ یاد میشه. همین کوه بازدازی یک نشانی خاصی هست که هفته و گشته و که شست میشه و که همین چیز از این نشانیه در مردم معلوم میشه. خب و اول که اونجا یک هفته و که زده و سنگ سر لر و 30 جای هست، 30 جای اون سنگ اول اونو بلندتر شد اونجا که رفت اونو 50 هست. از اینجا که بلند رفت و یک دانه سنگ دیگه دمو بلندی کو هست در دامن اونو را به نام شست میگه که شست اینه شکست شد دیگه، ولی رخ به بهاره. اونمو یک تغییر نمیکنه، اونم یک نشانی از او به می چی جنتری بیخی دقیق معلومه. اسم عبدالعزیز ولد ملک فیروز از قریه بنی سیوک، مربوط شورای انکشافی بنی سیوک. من رئیس اعظم شورای بنی سیوک هستم. اسم از ما محمد خلیل ولد محمد ایوب، وظیفه رسمی البته سرمعلم در لیسه عالی نوی شیخ علی و از منطقه بنی سیوک هستم. در شورای بنی سیوک به حیث خزانه‌دار وظیفه اجرا میکنم. ما اسم رسولدار منشی شورا. نام میرزا محمد ولد میرزا بابا، معاون شورای میه. با ارتباط از همین پروژه تعیین حولیتی از ما بود که اول یعنی آب صحی و پول و پلچک یعنی خیاطی. پروژه دوم ما است به حساب برق، سربندها یعنی چیزا هست.
نیمان فعلا یکی از اقوام هزاره هستند که در مناطق شیخ علی و شمال هزارجات سکونت داره. خود کلمه نایمان یک واژه مغولی هست به معنای عدد 8 و چون در بین قبایل ترک و مغول رسمی بود که چند قوم با هم متحد می شدن و اتحادیه را تشکیل می داد، برای اساس نام جدیدی برای خودشان مگذاشتن. احتمالاً که مردم نایمان هم یک اتحادیه قبیله‌ای مرکب از 8 تا قبیله ترک و مغول بودند که بعدها خود نایمان ها به همین نام در تاریخ مشهور شدند و شهرت پیدا کردند. با مردم هزاره به تحلیل رفته، هزاره به حساب میاد، به زبان فارسی حرف میزنه. تاریخی هم نایمان ها را تا میشه این اسم را تا حدود سالهای اوائل سال میلادی هم پیدا کرد در تاریخ و مرکز اینها احتمالاً در آسیای میانه بوده که بعد به تدریج شاخه از اینها طرفهای غرب و جنوب غربی رانده شدن و فعلا شاخه از نایمان ها جز مردم هزاره به حساب میاد. مردم شجاع، مردم مؤمن، پارسا، متقی، مهمان نواز و انسان های خوب و معروف هم در میانشان زیاد ظهور کرده و امروز هم یک از مردم نیکنام هزاره به حساب میاد. ما از مردم شیخ علی که مردم نایمان هم در اون منطقه شیخ علی سکونت داره، مردان و شخصیت های مشهور تاریخی که در بینشان ظهور کردن، یکی خیرالله خان بوده در زمان امیر عبدالرحمن که تا هنوز هم قلعهشان به نام قلعه خیرالله خان مشهور هست و یکی دیگر هم فرقه میشر عیسی خان شیخ علی که شخصیت های مشهور بودن، ولی ما دقیق نمیدانیم که این شخصیت ها از کدام یک از قبایل شیخ علی هست. احتمال میتیم که تعداد از اونها مثلا از مردم نایمان شیخ علی باشن. در تاریخ گویا ذکر نشده که اینا ترکیب از کدام 8 تا قبیله، پیش از رو اینا به چه نام یاد میشد. وقتی این 8 تا قبیله با هم متحد شدن و قبیله واحد رو به وجود آوردن، به دلیل که دارای قدرت و وحدت شدن، خود به خود نامش در تاریخ ماندگار شد و از همین هم ما میتونیم حتی به این نکته پی ببریم که هرچه اتحاد یک قوم و قبایل با هم بیشتر باشه و متحد شوند و یک دست شوند، بیشتر در تاریخ ماندگار خواهند شد، نام و شهرت و قدرت پیدا خواهند کرد. هرچه پراکنده باشه دیگر نه مورد توجه مردم دنیا و نه مورد توجه مورخین قرار میگیره و نه کار ماندگاری میتونن در تاریخ انجام بده.